آقای حاج خانم میپرسم با اجازهتون چطور شه این همه بچه به دنیا آوردین؟ یعنی میگن 10 تا 12 تا. ای دختر جان، او زمان ما نه اینترنتی بود نه تلویزیونی که حواس آدمو پرت کنه. ما هم واسه سرگرمی راه داشتیم تولید مثل واقعا. آره والله سرگرمی ارزو. حاج آقا با این همه تجربه واسه ما جوونا چی داری بگی؟ دخترم زندگی که کردنی بود، ما رو گایید و وای به حال جون که دادنیه. ای وای خداحافظتون نشه حاج آقا. مرسی بابا، بخند جوون بمونی. خب پسر جون، دوچرخه گم کردی. حالا به کی مشکوکی؟ به بابام. به بابات؟ چرا به بابات؟ چون دیشب شنیدم به مامانم میگفت. چی میگفت؟ میگفت بشین روش تا علی نیومده. آقا اگه فامیلیتون حدادی بود دوست داشتین اسمتون چی باشه؟ بیشتر از حدادی. عجب جوابیه. دیگه بیشتر از این نمیشه نه؟ سلام بچه‌ها. یه جمله بسازید که هم موقع روی تخت کاربرد داشته باشه، هم وقتی تو صف مدرسه وایستادین. صبر کن داریم. آره بگو. و جوری صدا بدی که صدا تا آمریکا بره. عجب جوابیه. عالی بود، مرسی.